آماده ذهنت رو به چالش بکشی؟ مغز ما یکی از پیچیده ترین و عجیب ترین چیزهایی که تا حالا کشف شده. از ترفندهایی که روی ما پیاده میکنه گرفته تا تأثیری که روی احساسات و رفتارمون داره. بعضی از این فکت‌ها انقدر عجیبن که باورشون سخته. امروز 15 فکت شگفت‌انگیز روانشناسی رو با هم بررسی میکنیم که ممکنه بعد از شنیدنشون دیگه هیچ وقت مثل قبل به مغزت نگاه نکنی. پس حتما تا آخر ویدیو بمون چون قراره کلی چیزای باحال یاد بگیری. ذهن انسان نمیتونه چهره‌های جدید خلق کنه. پس هر چهره‌ای که توی خواب ببینی قبلا یه جایی تو دنیای واقعی دیدی، حتی اگه یادت نیاد که کی و کجا. مغز ما تغییرات ناگهانی رو خیلی سریعتر از تغییرات تدریجی درک میکنه. به همین دلیلی که اگه یکی از دوستات یهویی مدل موهاشو عوض کنه یا وزن کم کنه بلافاصله متوجه میشی، ولی اگه تغییراتش کم کم باشه شاید اصلا نبینی. اثر پیگمالیون میگه که اگه کسی ازت انتظار موفقیت داشته باشه احتمال اینکه موفق بشه خیلی بیشتر میشه، چون ضمیر ناخودآگاهت خودش رو با اون انتظارات تنظیم میکنه و تلاش بیشتری میکنه حتی بدون اینکه متوجه بشی. خیلی از آدمایی که همیشه شوخی میکنن و بقیه رو میخندونن در واقع خودشون درونشون احساس ناراحتی افسردگی دارن و با طنز سعی میکنن اون حس رو مخفی کنن. برای همینه که خیلی از کمدین های معروف زندگی خیلی سختی داشتن. اگه توی موقعیت استرس‌زا مثل امتحان یا مصاحبه کاری آدامس بجوی مغزت فکر میکنه که تو در شرایط امنی و هیچ خطری تهدیدت نمیکنه، چون وقتی در حال خوردن چیزی هستی یعنی آرامش داری. همین باعث کاهش استرس و افزایش تمرکزت میشه. فقط 4 دقیقه نگاه کردن تو چشم یه نفر میتونه باعث ایجاد یه حس صمیمیت و حتی عاشق شدن بشه. برای همینه که تو قرارهای عاشقانه ارتباط چشمی خیلی مهمه. نوع موسیقی که گوش میدی روی رفتار و احساسات تأثیر زیادی داره. مثلا آهنگ‌های شاد سطح انرژی و انگیزه رو بالا میبرن، ولی آهنگ‌های غمگین میتونن حس نوستالژی و حتی دلتنگی ایجاد کنن. پس اگه حس و حالت بده یه پلیلیست شاد بچین. مغز انسان تفاوت زیادی بین واقعیت و تخیل قائل نمیشه. یعنی اگه اتفاق مثبت رو بارها توی ذهنت تجسم کنی مغزت فکر میکنه که واقعا داره اتفاق میفته و تو رو برای رسیدن بهش آماده میکنه. تحقیقات نشون داده که نوشتن با دست باعث میشه اطلاعات بهتر توی حافظه ثبت بشه، چون مغز حین نوشتن اطلاعات رو عمیق‌تر پردازش میکنه. پس اگه میخوای یه چیزی رو خوب یاد بگیری به جای تایپ کردن با دست بنویسش. یه تکنیک روانشناسی جالب به اسم اثر بنجامین فرانکلین وجود داره که میگه اگه از کسی بخوای بهت یه لطف کوچیک بکنه احتمال اینکه بیشتر دوستت داشته باشه بیشتر میشه. پس اگه میخوای کسی بهت نزدیکتر بشه ازش یه لطف ساده بخوا. مغز انسان معمولا اتفاقات منفی رو بیشتر از اتفاقات مثبت به یاد میاره، چون از نظر تکاملی آگاهی از خطرات به بقای ما کمک میکنه. به همین خاطره که یه کامنت منفی تو شبکه‌های اجتماعی بیشتر توی ذهنت میمونه تا 10 تا کامنت مثبت. وقتی کسی رو در آغوش میگیری و این کار بیشتر از 20 ثانیه طول میکشه بدن شروع به ترشح اکسیتوسین میکنه که باعث ایجاد حس اعتماد و صمیمیت میشه. پس اگه میخوای کسی رو آروم کنی یه بغل طولانی جواب میده. آدم‌هایی که شب‌ها دیرتر میخوابن معمولاً هوش بالاتری دارن. تحقیقات نشون داده که افراد شب زنده دار تمایل بیشتری به خلاقیت و تفکر انتقادی دارن، ولی خب این به قیمت خستگی روز بعدشونه. اگه یه آهنگ رو توی سرت بارها و بارها بشنوی و گیر کنه میتونی با گوش دادن به آخرین قسمت آهنگ اون رو از ذهنت پاک کنی. این به این خاطره که مغز دوست داره چیزهای ناتموم رو کامل کنه. وقتی این کار رو با اشتیاق انجام میدی بدن شروع به ترشح دوپامین میکنه که هم باعث لذت بردن از اون کار میشه و هم احتمال اینکه دوباره انجامش بدی بیشتر میشه. برای همین آدم هایی که عاشق کارشون هستن کمتر خسته میشن.